بریم با هم این قاب موبایل چرمی رو درستش کنیم. ابتدا احتیاج داریم به یه قابی که شفاف و ساده باشه. اولین کار کشیدن الگوی قاب موبایلمون هست که من با استفاده از نوارهای کاغذی 1 سانتی این کار رو انجام دادم. هر نوار رو به صورتی که 2 سمی روی نوار قبلی است میچسبونم و بعد دور تا دور قابم رو با ناخون یا یه وسیله‌ای که تیز هست میکشم تا رد قابم به کاغذ انتقال پیدا کنه و بعد با یه خودکاری که حتما نوکش باریک باشه دور تا دور کاغذ رو علامت میزنم. مخصوصا این قسمت ها رو با دقت با خودکار علامت میزنم تا دقیق الگوم روی کاغذ انتقال پیدا کنه. و بعد به آرومی و با دقت کاغذ رو از روی قاب جدا میکنم. من از چرم ساق شترمرغ استفاده کردم که خیلی نازک هستش. شما هم اگه چرمتون ضخیم هست حتما لیویس انجام بدید. حتما برای این کار باید چرمتون نازک باشه. با دقت الگو رو روی چرم میچسبونم و بعد با یه خطکش و کاتری که نوکش حتما تیز باشه الگو و چرمم رو با هم برش میزنم. اول از خطوط صاف شروع میکنم و بعد گوشه های کار رو با شابلون شماره 1 گرد میکنم. این قسمت هم همینطور با شابلون شماره 1 گردش میکنم و بعد قسمت های اضافی چرم رو برش میزنم و این قسمت کار که خیلی مهم هست با نوک کاتر این قسمت رو برش میزنم. دقت داشته باشید که قسمت که خودکار هست روی پرتی کار میفته، یعنی جزو الگومون نمیشه. اینجا چک میکنم الگو رو و بعد به آرومی کاغذ رو از چرم جدا میکنم. الگو رو میتونید روی مقوای الگو چسب بزنید که بعدها بتونید ازش استفاده کنید. قابم رو خوب تمیز میکنم و بعد با سنباده‌ای که تیز هست پشت قاب رو سنباده میکشم تا چسبم به خوبی به خورد قابم بره. اینجا دور تا دور چرم رو اگه پرزی داره با فندک میسوزونم. اینجا میتونید دور تا دور چرمتون رو رنگ لبه هم بزنید که به تمیزی کارتون اضافه میکنم. پشت قابم رو خوب چسب کاری میکنم، مخصوصا گوشهای کار رو خیلی خوب چسب بزنید چون که چرمتون اینجا قراره فقط با چسب روی قاب بچسبه. پس در زدن چسب خیلی دقت میکنم که حتما چرمم و قابم رو خوب چسب بزنم، مخصوصا لبه های کار، گوشه های کار که خوب چسب بخوره و چرمم به خوبی به قاب بچسبه. زمان میدم اینجا تا قابم و چرمم از اون خیسی در بیاد و فقط حالت چسبندگیش باقی بمونه. اینجا میتونید چسبتون رو با یه وسیله‌ای پخش کنید. خب حالا سعی میکنم چرمم رو با دقت از گوشه های کار به قابم بچسبونم. ابتدا گوشه های کار رو فیکس میکنم و بعد لبه ها رو به آرومی و با دقت به قاب میچسبونم به این صورت و بعد با یه مشته یا چکش پشت کارم رو خوب مشته میکشم تا چرم به خوبی به قاب بچسبه. اینجا از واکس چرمی استفاده میکنم که برای کارهای چرمی هست و براق کننده هست. چرمم رو خوب واکس میزنم تا براق و یک دست بشه. پشت قاب رو هم از آستر سویت استفاده کنید، یعنی الگو رو به صورت برعکس برش بزنید و پشت قابتون بچسبونید به این صورت. ممنونم از اینکه همراه هم هستید. متشکرم.